درود و ارادت. خسرو هستم. اینجا هم اتاق شکار بنده است. این بار نه برای چارت طلا، نه برای لایف تریدایی که همیشه با شکارچیای اتاق شکار میریم با شما شیرش میکنیم. نه، این بار خسرو امروز وسط لایف تریدش تو دل اتاق شکارش با تموم شکارچیایی که اینجا کنار من دارن تبدیل به شکارچیای ماهر میشن در کنار شما هستیم، خواهیم بود برای یه لبه ذهنی معامله گری، برای اون ذهنی که پول میسازه، همون ذهن قدرتمندی که توانایی ساختن پول رو داره. اون چیزی که شما همیشه شنفتید تکنیکال بوده یا بعضا فاندامنتال و این مسائل. تمام متعلقاتی که یاد میگیرید جای خود، تمام مهارت جای خود، اما ذهن معامله گری یه دنیای عجیب غریب دیگه است. یه دنیایی که اگر نسازیش پول نمیسازه، اگر بسازیش خوبم میسازه. در حقیقت ذهن توئه که میسازه. بریم با هم امروز به چند تا از بهترین سوالات بچه‌های لایف ترید اتاق شکار خسرو در مورد ذهن معامله گری، روانشناسی معامله گری و پول جواب بدیم. میخوام به بهترین سوالاتی که میپرسن جواب بدیم و برای شما شیرش کنم توی داخل یوتیوب تماشا کنید و لذت ببرید. سر لایف ترید هستیم، منتظر پوزیشن هستیم تا زمانی که حالا پوزیشنمون اتفاق بیفته و خودشو به ما نشون بده که بخوام شکارش کنیم. به این سوالات بچه‌های اتاق شکار پاسخ میدیم، بچه‌هایی که شاگردای من هستن، همین الان رو لایون، از قبل از شروع مارکت میان، صفحه دسکتاپ بنده براشون شیر میشه و با هم لایو میریم، لایوی که برای آموزشه. چون میدونید که خسرو اینجا لایف ترید برگزار میکنه که آموزشش رو لایو مارکت بده با مثالا و تریدای واقعی که خودم تریدشون میکنم و همونا رو به این عزیزان آموزش میدیم. اما امروز تا اون فرصت و اون لحظه شکار برسه در خدمت شما هستم و بچه‌های اتاق شکار 86 عزیزی که کنار من هستن، بریم به سوالاتشون برسیم و پاسخ بدیم. خب، درود و ارادت خدمت همه بچه‌های اتاق شکار. امید به اینکه تا اینجا خوب و خوش بوده باشید. 2 ساعت رو لایویم با شما و توی این 2 ساعت منتظر موندیم، صبر کردیم، صبر رو یاد گرفتیم با هم دیگه و که ستاپمون ایجاد شه، که پوزیشن بگیریم اگر شرایطش ایجاد شه، اگر نه بدون پوزیشن میریم برای سشن نیویورک و روزهای دیگه. قبلش که حالا اگر بخواد اتفاقی بیفته، آقا امروز من اینجا کنار شما هستم، یه فرصت کوتاهی میدم، چت رو باز میکنم و لطف بفرمایید که رعایت بکنید، فقط راجع به موضوعی که اعلام میکنم داخل چت و پیام بذارید امروز. و سوالی که توی ذهنتون هست راجع به روانشناسی معامله گری، راجع به پول، قدرت ذهن، هر چیزی که مربوط به لبه ذهنی، اصطلاحاً من بهش میگم لبه ذهنی یه معامله گر، واسه خاطر اینکه واقعاً روی یه لبه تیغه که آدم راه میره و اون ذهن همون لبه هست و نه تکنیکال، نه فاندامنتال، نه تمام مهارتایی که یاد میگیریم به نظر من شامل این لبه ذهنیه نمیشه، شامل این قسمت لبه خطرناک مارکت نمیشه به جز ذهن. چون اگر ذهن قوی داشته باشید میتونیم باش پول بسازیم، اگر نداشته باشید نمیتونیم. کاری هم که ما همیشه رو لایو میکنیم و میکردیم و قراره بکنیم در آینده چی بوده؟ این بوده که ذهن رو قوی کنیم. من با لایف تریدام همیشه خواستم به شما یاد بدم که باید ذهنتون قوی بشه، باید در جای مخصوص خودش صبر کنی و در جایی که زمانش نیست اتفاقا صبر نکنی و وارد عمل شی، شکار کنی. همیشه یاد دادم که ما یه سری تیرها داریم و تعداد محدودی داریم تو طی روز و از تیرهامون باید درست استفاده کنیم، درست شکار کنیم. بعد استاپا باید چی کار کنیم، بعد تارگت ها و اینا رو شما تو لایو ها این مدت با من آموزش دیدید
و کسب مهارت کردید، بچه‌هایی که قدیمی پیشمون بودن. حالا اگر سوالی راجع به ذهن معامله‌گری دارید میتونید اینجا بپرسید. اگر ندارید لطفاً سکوت کنید، چون سخن باید عیار داشته باشه دیگه. سخن بی عیار توی چت نبینم. فقط راجع به ذهن معامله‌گری، روانشناسی معامله‌گری اگر سوالی دارید امروز بپرسید. راجع به تکنیکال که منتورشیپمون هست و سر جای خودش. راجع به ذهن معامله‌گری تاکید میکنم سوالات خفن و خوب جواب میدم. همه سوالاتم جواب نمیدم. سوالاتی که باحاله، عیار داره، حس میکنم جوابش به میزان وقتی که دارید میذارید براتون حتما مفید خواهد بود جواب میدم. چت رو باز میکنم، سوالاتتون رو بپرسید. سوالات مختصر مفید و خفن بپرسید که یه چیز باحال ازش در بیاد. به فاصله یه قهوه درست کردن سوالاتتون رو بفرستید. من میرم قهوه‌مو درست میکنم، قهوه‌مو میارم، پیپمو روشن میکنم. شما به فاصله یه قهوه درست کردن من و پیپ روشن کردن من فرصت دارید سوالاتتون رو بفرستید. بعدش میام سوالاتتون رو میخونم، چت رو میبندم، سوالاتو میخونم و به بهتریناش پاسخ میدیم. پس تو این فاصله که من میرم قهوه‌مو درست میکنم شما سوالاتتون رو بپرسید. خب بریم با هم یه قهوه ناب در شأن خسرو درست کنیم. باریستا خسرو اینجا در کنار شماست. البته اینجا رو ببینید، باحاله. ویدیو جذاب دبی از اتاق شکار خسرو. یه لحظه بیرون بریم قبل از قهوه درست کردن. به بریم به سراغ قهوه درست کردن با خسرو. خیلی ارادت. خب عمو خسرو با شماست برای درست کردن یه قهوه ناب. اول این قهوه رو امروز میخوام درست کنم، اینتنسو. بریم برای اصاره‌گیری این لعبت فتان بی‌نظیر با خسرو. خب قهوه خوش رنگ و لعابمون آماده شد. بریم بررسی کنیم سوالات ذهنی معامله‌گرای اتاق شکار خسرو رو. بچه‌های اتاق شکار خسرو شاگردایی که سوال دارن و این سوالشون قرار توسط بنده جواب داده بشه و برای شما هم حتما تو یوتیوب شیر خواهد شد. اینم دسکتاپ بنده که هر روزه اینجا ما لایف ترید میریم و قهوه و پیپ و سراسر لذت. من قهوه که درست میکنم این پیپه کنارش خیلی بیشتر لذت میده. داشتم بنده و وسط پیپو آماده میکردم بعد به سوال شما برسم. خب سوال اول، سوال آقا مسعود نوشته که سلام وقتتون بخیر. جهت موندن در معامله خیلی وقتا پوزیشن میاد توی سود و حدوداً تا 80% تی پی هم میاد. ببندیم بهتره از لحاظ ذهنی یا نه؟ چون برمیگرده خیلی استرسی زیادتر و نهایتا تی پی میشه. به نظرتون این مواقع چی کار کنیم؟ سوال اینه که وقتی یه پوزیشنی خودشو تا حوالی تارگت میرسونه ببندیمش یا بذاریم که اون تارگت خودش بخوره؟ چون اگر بذاریم که خودش بخوره میگه استرسی زیاده، ولی خب نهایتا هم بیشتر موقع تی پی میشه. حالا تو ستاپ خودمون به این صورت داره میپرسم.
تمام حرفش اینه که اون استرس رو ما باید بچشیم یا با همون 80% قانع باشیم بریم بیرون. که جواب من همیشه توی تریدایی که خودم کردم مشخص بوده، اما الان بخوام واضح‌تر به این سوال پاسخ بدم، اون چیزی که از من همیشه دیدید صبر بوده. توی مواقع خاص اومدم اون صبر رو نادید گرفتم یا صبر رو تا یه حدی انجام دادم و از یه جایی به بعد اومدم تصمیمات به موقع گرفتم. ولی توی 90% مواقع، 90% پوزیشنایی که با شما شکار کردم توی لایو با هم گذروندیم، همیشه دیدید که من صبر میکنم که تارگت من که TP 2 من هست رو کامل بده و من بدون سیو سود، بدون ریسک فری کردن و بدون کارهای مختلفی که برای مدیریت پول، مدیریت حساب هست، به صورت دیگه این مدیریت رو دارم میگذرونم و پیاده میکنم روی حسابم. ناشی از فهم من از مارکت، ناشی از تجربه من توی طی این سالها از مارکت. جواب رک و راست و پوسکنده و خیلی کوتاه بخوام بهت بدم اینه که همیشه بازار قضاوت نمیکنه، صرفا میاد امتحان میکنه اون تریدر رو، اون تریدر نوپا، اون تریدر تازه کار و حتی اون تریدر حرفه‌ای رو میاد امتحانش میکنه. چی رو امتحان میکنه؟ همون ذهن پولسازی که گفتم، اون ذهنی که ببینه آیا این ذهن پولساز هست یا نیست. میخواد متوجه شه ببینه اون ذهنی که روبروی اون ترید، روبروی اون پوزیشن نشسته قرار گرفته، ذهن پولسازه یا صرفا فقط بر اساس یه سری فعالیت‌های تکنیکالی و تجربه‌ها وارد پوزیشن شده. اگر فقط این باشه قطعاً شما رو از پوزیشن حذف خواهد کرد. اینجاست که میگم که اگر تکنیکال هم بلد باشید نمیتونید پول به دست بیارید توی این مارکت. شما باید در کنار تکنیکال حتما یه ذهن قوی معامله‌گری داشته باشید که این از روی تجربه و همچنین توی این پرسش و پاسخ‌هایی که از من میاد ساخته میشه. پس بازار قضاوت نمیکنه شما رو آقا مسعود، بازار امتحانتون میکنه، مارکت امتحانت میکنه. گاهی تا لب تارگت میره برمیگرده تا ببینه تو هنوز به نتیجه‌ای که در حقیقت دنبالش هستی وابسته یا به مسیر متعهدی. خیلی فرق داره این دوتا. پس تا لب تارگت ممکنه بره، 80% مسیر رو به قول شما ممکنه بره که ببینه که شما دنبال نتیجه یا به مسیر متعهدی. قطعاً اگر دنبال وابسته صرفاً فقط وابسته به نتیجه باشی حذفت میکنه. شاید تو یه دونه ترید، دوتا ترید نه، ولی یه جایی این مارکت میندازتت بیرون، خوبم میندازه بیرون، من اینو تجربه کردم. ولی اگر به مسیر متعهد باشی یه جاهایی شاید بر وفق مرادت نچرخه. من نمیگم همیشه قراره به کام تو بچرخه این مارکت، یه جاهایی ممکنه تا 80% هم پیش بره و برگرده نقطه ورود و اذیتت کنه، استرس زیاد بده یا بعضا حتی حسابتو بزنه اگر ریسک گیری نکنی. من اعتقادم اینه که سود همیشه پول نیست. گاهی سود اون صبریه که خرج نمی‌کنی. شما باید سود خودت رو اون صبر کردن به موقع بدونی، اون تأمل و اون متعهد بودن به اون مسیر بدونی. تو وقتی یه پوزیشنی رو واز میکنی بر اساس یه الگوریتم و یه تجربه‌ای داری اون پوزیشن رو واز میکنی. پس وقتی این پوزیشن واز شده باید متعهد به انتخاب و مسیرت بمونی. حالا این برای همه پوزیشن‌ها صدق نمیکنه. شاید یه معامله‌گر دیلی تریدر باشه، معامله‌گر روزانه باشه، اون قطعاً باید حسابش رو مدیریت بکنه، اون قطعاً باید توی لول‌های مختلف سیو سود داشته باشه، اون قطعاً باید ریسک فری بکنه. البته که قطعاً هم نداریم، اونم میتونه این کارو نکنه. همش بر اساس تجربیات ذهنی اون معامله‌گره. اما هرچی تایم فریم معاملاتی شما بالاتر بره نیازتون به اینجور مدیریت پوزیشن‌ها بیشتر میشه. هرچی تایم فریم معاملاتیتون پایین‌تر بیاد، یعنی بره به سمت 1 دقیقه‌ای که من دارم ترید میکنم، نیازتون به اون مدل مدیریت پوزیشن ها کم میشه
به این مدل مدیریت پوزیشن هایی که من دارم بهتون یاد میدم زیاد میشه. پس ببینید مدیریت پوزیشن صفر نمیشه. اینجوری نیست بگیم ما اسکالپری مدیریت پوزیشن نمیخوایم، مدیریت سرمایه نمیخوایم. نه، من اصلا همچین حرفی نمیزنم. ما اون مدل مدیریت پوزیشن رو نیاز نداریم. کدوم مدل؟ همون مدل ریسک فری و استاب 1 استاب 2 این داستانا. اسکالپریم، تو فاصله کوتاه تیغ میزنیم و اون تیغ زدن باید به بهترین شکل و کاملترین حد ممکن باشه. این از کمالگرایی نمیاد، اشتباه نکن. فکر نکن الان خسروتون کمالگرایی که هستم، اما هیچ ربطی نداره. این فقط از روی علم، مهارت و تجربه شخصی میاد که بهتون میگم که یه معامله‌گر اسکالپر باید همون اول سیستم مدیریتی خودش رو بچینه. سیستم مدیریتی ما مشخصه، سیستم مدیریتی ما متعهد بودنه به مسیرمون، نه وابسته بودن به نتیجهمون. این اولین چیزیه که من دارم رو رعایتش میکنم. تو وقتی یه قانونی میذاره رعایت میکنی، اون میشه سیستم مدیریتی دیگه. سیستم مدیریتی حتما این نیستش که دستت بره رو موز، یه جایی رو استوب کنی، یه جایی رو بیای بیرون از مارکت. بعضاً کنترل ذهنت میشه سیستم مدیریتی تو. یعنی کاری که ذهنت میکنه بتونی توی بزنگاه، تو شرایط مناسب حواست بهش باشه و بهترین ریاکتو بدی. پس بذار بازار کار خودشو بکنه، تو فقط آروم بمون، نظم تو حفظ کن و چون ذهنی که آرومه خودش تیپی رو میسازه. به نظر من اینو از من یادگار داشته باشی، ذهنی که آروم باشه تیپی رو خودش میسازه. در نهایت باید صبر زیاد داشته باشی تا اون ذهن پولساز ازش ساخته بشه، زاده بشه. سود واقعی فقط تو تارگت ها نیست که تریدرهای مبتدی عموما سود واقعی رو توی تارگت ها میبینن. یعنی تو فقط لحظه ای که تارگت لمس میکنی میگه خب من سود کردم. نه، یه موقعی ممکنه تو تارگت رو نبری و حتی سودی هم مارکت نبری، ولی در حقیقت سود تو اون صبر توه. یعنی توی پوزیشنی بودی که حتی استاپ خوردی، اصلا ضرر کردی از نظر مالی، ولی صبر کردی، تو اون به نظر من تارگت زدی. این که میگم سود تو صرفاً بستگی به اون تارگت پولی تو مارکت نیست و نداره، یعنی این سود تو صبر توه. واقعا این اگر توی وجود تو نهادینه بشه، برداشتش توی پوزیشن‌های آینده تو خواهد بود، برداشت مالیش. شاید اینجا برات سوال پیش بیاد که آقا من برداشت مالی رو میخوام، خسرو تارگت دیگه برای من معنی نداره، پول میخوام. اوکی، منم دارم از آینده برای تو میگم. یعنی تو اگه الان خوب بکاری یه روزی میتونی درو کنی، اگه الان خوب نکاری که هیچ وقت نمیتونی درو کنی. هر از گاهی شاید یه چیزی بزنی، ولی آیا مستمره؟ آیا متداومه؟ به نظر من که اگه عجله کنی نه مستمر بودنی خواهی دید، نه متداوم بودنی. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. ذهن طاووسی میخوای، ذهن رنگی رنگی درست میخوای، ذهن پولساز میخوای، باید رنج بازار رو بپذیری و این رنج یه جایی یه زمانی واقعا تبدیل میشه به لذت. اینو بهتون قول میدم. قهوهم سرد شده، من قهوه‌مو داغ کنم بیام سوال بعدی رو جواب بدم. وقتی چارچوب روانشناسی و کنترل ذهن رو یاد گرفتیم، چجوری این روال رو حفظ کنیم؟ چون واقعا حفظ این موضوع سخته. مثلا یه وقتی حس میکنم که دیگه واقعا آماده هستم، ولی بعد یه مدت میبینم باز روانشناسی رو خراب کردم و طبق معمول حساب هم کال شده. این درگیری ذهنیه هست. کلا ما همیشه با اون نفس وجودی، اصلا ذات تریدر اینه، چون بحث پول در میونه، بحث سلامت مالی در میونه، اون نفس وجودی ما همیشه درگیر این قضیه هست که خواه ناخواه ما یه موقعی احساس ضعف میکنیم، یه موقعی احساس قدرت میکنیم. این یه روال طبیعیه به نظر من تا یه مشکل. داستان میدونی چیه؟ داستان اون شعر مولاناه، فکر کنم
توی دفتر دوم مثنوی اگه اشتباه نکنم اینا رو، حالا دیگه خیلی خورده نگیرید. این نفس البته منظورش نفس درونیه بیشتر، ولی این نفس چون سنگ و آهن دم بدم، از دل ما آتشی میزد به هم. خیلی قشنگه. ببین میگه این نفس چون سنگ و آهن دم بدم، از دل ما آتشی میزد به هم. این ذهن تریدره هر روز با نفسش تو جنگه. اگر هر روز، راهکارش هم اینه، اگر تو هر روز اون رو بتونی صیقل بدی، صیقل دهیش کنی، بهش برسی، به هر حال درست میشه. ولی اگه هر روز بهش نرسی و اون صیقل نخوره، آتش درون یه جا زبانه میکشه دیگه. آتش درونم زبانه بکشه، کار دست حساب کتاب تو، ترید تو، تمام معاملاتت میده. پس راهش اینه که تو بتونی خود کنترلگری رو حداقل یاد بگیری توی مارکت، که فقط فکر میکنم با تجربه تو مارکت ساخته میشه، با گذر زمانی که ساخته میشه. راهش سکوته بیشتر تا هیجان و جبران کردن معاملات. عموما این بیشتر از این میاد که تو میری سراغ جبران کردن پوزیشن‌ها، یه پوزیشن خراب میشه یا اونجوری که تو ساختار ذهنت عمل نمی‌کنی، خودتو تحقیر می‌کنی به این که من باید این کارو می‌کردم. خب این تا یه حد خوبه، از یه جایی به بعد اون هیجان و حس جبرانه باعث میشه که تو بیشتر با اون نفس درونیت بجنگی دیگه، و خب همون اتفاقه میفته که آتش درونت زبانه میکشه و میسوزونتت. هرچی تو با مسیرهای سخت دست و پنجه بیشتر نرم کنی و این اتفاق برات رقم بخوره، تکرار بشه، این باعث صیقل دادن ذهن معامله گری تو میشه. همون ذهن پول سازه، همون ذهنی که قدرت پول ساختن رو داره. واسه خاطر اینه که یه بخش زیادی رو میگم آقا زمان و تجربه، شما نمیتونی 2 روز تریدر بشی. واسه خاطر همینه گیریم که تمام تکنیکال تو 2 روز یاد گرفتی، تو یه نابغه، ولی ذهنت ساخته نباشه نمیتونی این کار بکنی. دقیقاً واسه خاطر همینه کسایی که سیگنال گیری میکنن موفق نمیشن، چون فقط کپی کردن معاملات نیست. بحث اون جنگ درونیه، بحث اون صیقل دادن است، اینکه اون مغزه، اون ذهن صیقل خورده یا نخورده. خب آدمی هم که دنبال سیگناله، طبیعیه که ذهنش صیقل داده نشده، طبیعیه که آماده نشده، واسه خاطر همین باخت میده. پس موقعی که حس میکنی روانشناسی و ذهن رو خراب کردی، اون موقعیه که تو باید به نظر من سکوت کنی و مراقبه انجام بدی. مراقبه از ذهنت، مراقبه از معاملاتت. رو ذهنت کار کنه، ادامه بده، نه اینکه هیجان داشته باشی و بخوای حس جبران باش داشته باشی، سر لج باش بیفتی. شاعر میگه منو سر لج ننداز، میرم زن میسونم، این ور اون ورم ننداز، میرم زن میسونم. ربطی به این موضوع نداشت، ولی خب بحث لج و لجبازی اومد یاد این افتادم. اینو خیلی دوست دارم. اینو با دف خیلی حال میده بخونی. یکی دف بزنه ریتمشه که بگیری، میگه منو سر لج ننداز، میرم زن میسونم، این ور اون ورم ننداز، میرم زن میسونم. با مارکت نباید این کارو بکنی. خب از آقا قاسم که گذر کنیم، میرسیم به محمدشون. رعایت کردن تعداد معاملات در یک روز برای من خیلی سخته. بعد از تایم کاری که برای خودم جدا کردم، همش حواسم به چارت. دوم این که من سر معاملاتی که وارد نمیشم نمیتونم وارد بشم، خیلی فشار عصبی بهم وارد میشه. کلاً سخته، یعنی فقط واسه تو نیست. تو احساس سختی میکنی که آقا رعایت کردن تعداد معاملات برای من سخته تو روز. مثلا خسرو گفته که ما ماکسیموم 2 الی 3 تا پوزیشن میتونیم بگیریم،
یه دونه تو لندن، یه دونه تو نیویورک، حالا یه دونم برای اون ارضای حسیه، یا اگر فرصت مناسبی دیدیم، بعضی موقع دیدی میفهمی استاپ هانتت میکنه ولی فرصت داری، اون یه دونه هم اون ذخیره است، اون تیر ذخیره است که میخوام هر از گاهی خرجش کنیم. وقتی ما یه لیمیت میذاریم، وقتی یه مدیریتی داریم، وقتی یه سیستمی واسه خودمون چینیم و تو نمیتونی اون رو رعایت کنی، به عنوان یه معامله‌گری که داره معامله‌گر میشه و نشده هنوز، به عنوان یه شکارچی که داره شکارچی میشه و نشده هنوز، یه امر طبیعیه واقعا. ولی انقدر که خب این بر اون بر میبینی که حس میکنی که همه بلدن، تو این اینستاگرام رو وا میکنی همه تریدرن، این حس به تو دست میده که همه میتونن، پس برای من سخته، پس مشکل از منه، پس چون مشکل از منه، من آدم فلان فلان فلانی هم، پس من دارم میبازم. و این همون داستان حس جبران است که تو سوال قبلی جواب دادم. دوباره میری با نفس درونی خودت میجنگی و کار دستت میده. تمرین ذهنی رو تو ذهن خودت داشته باشی که اوکی، من امروز حالم گرفته شد از این پوزیشنی که نتونستم واردش بشم و ناراحتم از این بابت. همون ناراحتیشو تو اون لحظه تجربه میکنی، حس میکنی، تموم میشه، میره، نمیافتی سر لج، نباید بیافتی سر لج. اوکی، ناراحتی، خوب انجامش ندادی، درست انجامش ندادی، یه فشاری خوردی، تموم شد رفت. روز بعد، معامله بعد. عموما این فشارا از جایی نمیشه کنترل کرد که تو نیاز مالی شدید داری، نیاز مالی شدید پیدا میکنی توی مارکت، یا حس اینه که خب همین اول بسم الله، همین تو دوران آموزشی که داری میبینی بتونی سودای بزرگ به دست بیاری. و خب این غیر منطقیه، این واقعا غیر منطقیه که تو بخوای از خودت انتظار داشته باشی که همون به بسم الله تارگت های خوب بزنی، سودای قوی به دست بیاری، حجم پولای زیاد به دست بیاری با یه حجم سرمایه معمولی. عمدتاً مشکل از اونجا رقم میخوره. باید با خودت منطقی باشی که آقا من حجم سرمایه‌ام مثلا $1000، نباید انتظار اینو داشته باشم که زندگی منو تأمین کنه. برای تأمین زندگیم باید فکر دیگه‌ای بکنم تا بتونم حداقل یه چندین سال بدون توقع داشتن تو دل این مارکت پیش برم که بی توقع بهم برگرده. ببین، باید بی قید و شرط ترید کنی که بی قید و شرط بهت پول بده. اگه دوست داری بی قید و شرط پول روونه جیبت بشه، تو هم باید براش مایه بذاری. همه چی رفت و برگشتیه. ببین، فوتبال هم رفت و برگشت داره. یه بار تو خونه حریفه، یه بار تو خونه خودش. مهمونی هم که میری رفت و برگشت داره. تو 10 بار بری خونه یکی، اون نیاد خونت، بعدش نمیری دیگه، میگی شاید برای من خوشش نمیاد، شاید داره تحمل هم میکنه، به درواسی میکنه. یکیو ببوسی، نبوستت قهر میکنه. بالاخره 10 بار ببوسی باید 5 بار بوس بگیری. همه چی رفت و برگشتیه. تو اگه میخوای پول درست حسابی روونه جیبت بشه از این مارکت، اول باید به این فکر کنی که چی واسش گذاشتی که این کارو برات بکنه. اینه که میگم هر چیزی بهایی داره و بهاشو پرداخت کنیم. بها فقط اون پرداخت هزینه به مربی نیست، اون پرداخت نمیدونم سیستمی که برای تریدت میخری نیست، اون هزینه‌ای که برای کیبورد و موست میکنی نیست، اون لباسی که میخری نیست که لخ نشینی ما پای مارکت سردت نشه. هزینه فقط این نیست، هزینه اونا هست، یه بخشیشه. یه بخشیش اینه که تو باید یاد بگیری که آقا من یه قوانینی دارم و اگر شد نشد اینو دارم هزینه‌شو میدم. از یه جایی به بعد فصل برداشتت میرسه، مارکت میگه خب این ذهن پول سازه بود، پس باید پول واسش بسازم. اینجوریه. سوال بعدی از محمدشون بگذاریم، میرسیم به صابرشون. جناب صابر پرسیده که استاد سلام، چطوری باید ذهن
باید سقف ذهن رو برای حجم پول ببریم بالا. سقف ذهن برای حجم پول گاماس میره بالا، همونطور که از قدیم گفتن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. هیچ موقع نگفتن سطل دریا جمع گردد وانگهی دریا و اقیانوس شود. میگن قطره قطره. تو هم باید آروم آروم به خوردت بدی. آروم آروم ندی، ذهن خیلی راحت و خودمونی بخوام بگم جفتک میندازه، بعدم لگد میندازه. این فقط برای ذهن تو معامله‌گر نیست صابر جان، فقط برای تو نی، برای همه همینه. برای اینکه در حقیقت تو سقف ذهن تو ارتقا بدی، راهکارش اینه که از حجمای مناسبی که الان برای ذهنت عادیه شروع کنی. مثلا برای یکی $10,000 سرمایه توی حساب عادیه، به نسبت اون سودایی هم که میگیره، سودایی 1% که از اون 10,000 تا میگیره یا 0.5% که از اون 10,000 تا میگیره هم عادیه. یعنی وقتی اون عدد رو میبینه نه هیجانی میشه نه میگه وای چقدر کمه، عادیه. اول باید عدد خودتو پیدا کن. درسته؟ عدد خودتو که پیدا کردی چیکار میکنی؟ 1 ماه 2 ماه با اون عدد ترید میکنی. این برای معامله‌گریه که کارو یاد گرفته. تو به یه نقطه استیبلی رسیدی، حالا میخوای حجم ذهنی مالی ذهن تو افزایش بدی، یعنی اون توانایی سقف مالی تو افزایش بدی. این راهکار برای اون قسمت. پس با اون چیزی که نرمال ذهنت پیش میری و بعد گاماس بهش اضافه میکنی، یعنی قطره قطره. 10,000 تا برات نرمال بوده، سرمایه‌تو میکنی 12,000 تا، به نسبت سودت هم میاد بالاتر. دفعه بعدی یه مقدار بیشتر 15,000 تا میذاری، یعنی 3,000 تا زیاد میکنی. دفعه بعدی به جای اینکه 3,000 تا اضافه کنی 4,000 تا اضافه میکنی. دفعه بعدی 6,000 تا، 8,000 تا، 12,000 تا و اینجوری پیش بره. آخر سال یا میبینی تو مثلا داری با یه خیال خیلی راحت و خودمونی بدون ترس و اضطراب به صورت خیلی عادی روی حساب $100,000 داری ترید میکنی و سوداش برات عادیه. استاپای مثلا به طور مثال میخوام بگم تو استاپ $1,000 هم که بخوری برات عادیه، ولی یکی دیگه بشینه کنار نگاه کنه میگه بابا این دیوانه است، این دموه، مگه میشه $1,000 استاپو تحمل کرد؟ همون طور که برای من تو این استا میگن دیگه. اون مخاطبی که میاد نگاه میکنه که خب خسرو داره $10,000 استاپ میخوره، به خاطر اینکه اون ذهنش آماده این نشده، به خاطر اینکه من 8 سال زمان برده که ذهنم به این اعداد عادت کنه. ولی آیا اون 8 سالو گذرونده؟ طبیعیه که نگذرونده. پس یه شبه نمیتونه ذهنش به این اعداد عادت کنه. شما تو پیج منم اگه بری سرک بکشی، گذشته اولین پستی که من گذاشتم رو ببین، یه تارگت فکر میکنم $1,000. طبیعتا استاپم هم باید حوالی 400-500 تا باشه دیگه. تازه قبل از اونو شما اصلا ندیدید. اینی که دارم میگم برای 3 سال پیشه، شما برای 8 سال پیش منو ندیدید. 8 سال پیش منم مثل شما مثلا نهایتا شاید $50 بوده، $10 بوده، $20 بوده، $30 بوده. این به مرور اومده رسیده به 1000 و الان تازه بعد 3-4 سال رسیده به 10,000 استاپ. من استاپ 10,000 تایی میخورم برام معموله، چون این شده عدد ذهنی من. چرا؟ چون قطره قطره جمع گشت وانگهی به دریا رسیدیم. در نهایت از صابرشون که بگذریم میرسیم به آقای امیرعباس. همچنان من حواسم به مارکت و چارت هست تا فعلا فرصت خاصی نمیبینم و همینطور باید در نظر داشته باشیم که تایم معاملاتی هم به پایان رسیده. من میخوام سوالات رو جواب بدم. تایم معاملاتی سشن لندن ما به پایان رسیده. نیویورک در خدمت شما هستیم. الانم میخوام ادامه سوالات رو جواب بدم. استاد سلام، درود بر شما. نمیدونم این موضوع برای دیگران چقدر مهمه، ولی برای من به شدت دردسرساز شده. من بزرگترین مشکلم عجله کردن قبل از ورود به معامله است. معمولا صبر نمی کنم تا کامل همه اون چیزی که باید رو ببینم و بگیرم و ببرم.
عجله کردن ناشی از ترسه، ترس ناشی از ندونستن. یعنی تو اون لحظه مارکت هنوز یه سری چیزا رو شاید نمیدونی و دودلی و 100% که حالا هیچ وقت نمیدونیم، ولی اون علم و اون مهارت برای اون لحظه مارکت کم آورده که تو عجله میکنی، حس میکنی که اگه اینو نداشته باشی از دستت رفته، یا حالا برعکس. کلن عجله کردن من فکر میکنم منشأش تو این قضیه است و باید اونو درمان کرد که آقا تو یه قوانینی برای سیستم معاملاتی داشته باشی. لحظاتی که میخوای ورود کنی حتما روی استتاب خودت باشی. وقتی استتاب باشه عجله نمی‌کنی. من الان مثلا اگه بخوام سل بگیرم تو این لحظه مارکت، اینجا که بودیم صبح، به طور مثال من دنبال سلشم. خب مارکت اینقدر ریخته، آیا نمیتونستم بالاخره یه 20 پی پی تو این فاصله بگیرم؟ چرا که میشد، چرا که میشه، ولی چرا عجله نکردم و هنوزم هیچی نگرفتم؟ من پایبندم به اون مسیری که انتخاب کردم، یعنی میدونم دنبال چیم. اینکه میگم مشکل توی ندونستنه، یعنی این فرق تو و من تو این لحظه فرق دونستن و ندونستن. من دقیقا میدونم دنبال چیم، تو دقیق نمیدونی دنبال چی. یه موقعی دنبال تارگت های خوبی، یه موقع دنبال پول خوبی، یه موقع دنبال مسیر سالمی. نمیشه. من همیشه متعهد به مسیرمم. مسیر من ستاب منه، ستاب من تریدینگ روم هانتر تیارج منه. قوانینی که برای اون ساختمه، مدل فهمی که برای اون به درکش رسیدمه. اگر اونو ببینم وارد میشم، اگر نبینم وارد نمیشم. اگر بهم فرصت بده میگیرمش، اگر جوری باشه که منو بخواد به عجله بندازه صبر میکنم، میکشم عقب. اگر ببینم آقا مارکت انقدر هیجانیه که داره جام میذاره، وای وای چیکار کنم، نشد، خودمو سرزنش نمیکنم. نشد دیگه، روز بعدی. مگه قرار همیشه بشه؟ مگه اصلا همه چی شده؟ میدونی چند درصد احتمال داره که یه نطفه تبدیل به یه بچه بشه؟ اون اسپرمه میگن، نمیدونم درصدشو دقیق، ولی فکر میکنم میگن 1-2%. یعنی از اون همه تلاش مستمری که زن و مرد انجام میدن احتمال خیلی کمش هستش که اون تبدیل به بچه بشه. خب این تلاش مستمر رو طرف هر شب انجام میده دیگه، بالاخره که یه شب میشه. که چه موقعی باید افزایش سرمایه بدیم؟ طبیعتاً موقعی که تو وقتی خودت رو میبینی سر خودت گول نمیمالی، که با خودت رو درواسی نداری، که خیلی واضح میری چش تو چش خودت میشی تو آینه، میگی که خسرو، حالا من خودم میگم، خسرو تو الان توی 3 ماه گذشته، توی 4 ماه گذشته چه غلطی کردی پسر؟ بعد مثلا میام برای خودم لیست میکنم که خب من انقدر سود کردم، خوب بوده، استیبل نگه داشتم، ستابمو خوبه، اوکیه، یه جایی بد رفتار کردم، یه جایی ضعف داشتم، یه جایی جا موندم، یه جایی اشتباه کردم، اوکی، ولی به هر حال من یه تریدر سودساز شدم. من الان اون ذهن معامله گری پولساز رو دارم، پس الان وقتشه که یه مقدار افزایش سرمایه بدم. راهش هم که بهتون گفتم دیگه، سوال نفرات قبلی بود که چجوری ذهنمون رو به اون پولا عادت بدیم. اون کار رو باید بکنید. جناب آقای حمزه، مشکل دقیقا رو خود پوله، به خاطر اینکه ذهنت از اصل ترید دور شده. اصل ترید اون مهارتت، اون چیزایی که یاد گرفتی، اون قوانینت، اون کارهایی که باید بکنی، مدیریت سرمایه‌ت، مدیریت پوزیشنت، رفتاری که تو دل مارکت باید داشته باشی و تمام مطالبی که داری اینجا تو اتاق شکار یاد میگیری در کنار ما، اصل ذهنت از اینا دور شده کلا. یعنی به نظر من اینطوریه که تو اصل ذهنیتت از ترید دور شده و تمرکزت روی تریدات و روی مسیر تریدات نیست، روی دلاره، روی پول است. وقتی ذهن درگیر پول میشه
از درونت از اون معامله میفتی بیرون. وقتی ذهن درگیر پول میشه اینجوری میشه که یه معامله رو دستی زودتر میبندی، اذیت میکنی، رو قوانین پیش نمیری. وقتی ذهن دو تا 4 تایی شده اینجوریه. درسته ما همه برای پول میجنگیم، ولی تو دل مارکت و موقع کار کردن تو نباید راه به راه 24 فکرت رو اون باشه. فکرت باید روی پلنت باشه، روی کاری که داری میکنی، روی شکاری که داری اون لحظه میکنی. اگر فکرت روی این باشه که خب من تا الان 20% کال شدم، 20% حساب مثلا رفته فلان بیسار، اون مثل دیروز بود. اگه داری با خودت همینطوری حمل میکنی، اولا که 20% که حالا اصلا 30% تو حسابت وقتی 30% ازش کم شه یعنی یه جای مدیریت سرمایه‌ت هم مورد داره، چون اصلا امکان نداره تو شانسی هم ترید بزنی. نباید 30% میدونی یعنی 30 تا حساب پشت سر هم، 30-40% یعنی 30 تا حساب پشت سر هم، نباید اینجوری باشه. اما در کل من حالا کار نمیخوام وارد اون فضا بشم، میخوام اینو توضیح بدم که مشکل تو اینه که به نظر من ذهنت به جای اینکه درگیر معامله و قشنگی‌های استاپ و تارگت ها و مسیر معامله گری و مسیر تریدت باشه دور شده و افتاده روی دلار و شمردن پول و حساب و این داستانا، که راهکارش اینه که ذهن تو بیاری تو لحظه و درست تصمیم گیری کنی روی تریدات. چیکار کنیم که دوچار اوور ترید نشیم؟ هر کی بخواد بیشتر لقمه بگیره خفه تر میشه. اوور ترید یعنی تلاش کردن برای گرفتن سهمی که مال تو نیست. مثل غذایی میمونه که تو غذا تو خوری بخوای ظرف غذای بغلیت هم بخوری، شاید بتونی بخوریش در نهایت، ولی یه جای پس میدی. و به نظر من بازارم همینه، هر کی بیشتر بخواد بیش از اندازه بخواد لقمه بگیره بخوره خفه میشه. اوورترید هم واسه همینه که بعدش احساس خفگی بهتون دست میده. پس فهمش اینه که تو اینو با تو ذهن خودت اینجوری قیاس کنی که آقا با همین خورد و خوراکی که برات مثال زدم هر موقع که میخوای بیش از اندازه از مارکت بگیری یادت بیاد که آقا تو یه مقیاسی داری، تو یه اندازه‌ای داره ذهنت، جیبت، وجودت، شخصیتت. قرار باشه که هر چیزی که سهم تو نیست و مال بقیه هست رو بخوای بگیری و پس بدی. یه جا پس دادنش دیدید دیگه چقدر دردناکه. تا حالا غذا پس دادید دیگه، حالا نمیخوام واردش بشم، ولی خب دیدید دل و رودت در میاد دیگه. اگه دوست داری هر روز اون دل و رودت در بیاد که خب اوور ترید کن. کلا ذهن آروم نمیمونه اگه هر لحظه بخواد دنبال نتیجه بگره، اگه هر لحظه بخواد دنبال پول بگره، اگه هر لحظه دنبال یه لقمه گنده تر بخواد باشه. باید تمرین کنی قبل از ورودت فقط درست بودن تصمیمتو ببینی، فقط معاملتو ببینی، نه مقدار پولت رو. اون وقت ذهنت خودش حالش خوب میشه. باید بذاری اون سهمی که تو از دنیا میخوای به دست بیاری تو گذر زمان به دست بیاد، نه توی یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، یه هفته، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 5 ماه. زمان میخواد. هر کسی وعده‌های سرخرمن یه شب 2 شبه میدونه بدونید که دل دزده. هر کسی توی مارکت به شما وعده اینو میده که یه شب تریدر میشید بدونید دل دزده. اینا رو از روی همین حرفا میگم دیگه. هر کسی که فکر میکنه که اوور ترید کنه میتونه سود بیشتر به جیب بزنه، تریدای بیشتر بکنه مساویه با سود بیشتر، بدونید که سخت در اشتباهه. پس از این قسمت یادتون بمونه. چی رو یادتون بمونه؟ از عمو خسرو، این که هرچی بیشتر لقمه بگیری امکان خفه شدن بیشتر برای تو هست، امکان این که بعدن اون لقمه ها رو پس بدی هست. مارکت هم دقیقاً عین همون غذا خوردنه، به اندازت استفاده کن که بعدن دوچار این نشی که تا کمر خمشی پس بدی. خب آقا ارشیا میگه استاد من مثلا وقتی که میخوام یه پوزیشنی رو باز کنم
همش پیش خودش فکر میکنه که آقا میتونه نقطه ورود بالاتر بذاره، ریوارد بیشتر بگیره، سود بیشتر کنه. این موضوع همیشه این جواب قشنگ جواب قبلی و شامل حال شما هم میشه. آقا ارشیا، آقای حمزه، آقای میلاد و آقای ارشیا و همه شما دوستان عزیز، همتون به اتفاق و هممون شامل هممون میشه که اینا همه ناشی از اینه که میخواین لقمه بیشتر بگیرید که باعث خفگی میشه دیگه. نباید بکنید. تمرکزتون روی تریدتون باشه، تمرکزتون روی مهارتاتون باشه، تمرکزتون روی اون مقدار سود و استاپ خودتون باشه، نه تریدای بیش از حد، نه ریواردای بیش از حد. اون چیزی که برنامه ریزی شده برای خودتون، اون چیزی که برنامه ریزی کردید برای خودتون، اون چیزی که تو پروسه های آموزشیتون، توی کلاس های درستون، اینجایی که با من هستید، کسای دیگه که جای دیگه هستن، اون چیزی که براش ساختی، پرداختی، فکر کردی، رو اونا باید فکر کنی، نه روی پولت. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تو دوباره برمیگردی به اون اصل خودت اگر هر کاری بکنی که بخوای دور شی از اصالت خودت. روزگار تو رو برمیگردونه رو اون نقطه‌ای که بودی. ولی وقتی گاماس اصل وجود و شخصیت و مهارت تریدری تو بالا ببری، نه روزگار سعی میکنه تو رو بکشونه به عقب، چون با اصلت همگام اومدی بالا و میبینه تو نقطه استیبل خودت هستی، جایی کسی رو نگرفتی. همین که خودت هم دیگه مشکلی نداری، پیشرفت و گاماس به گاماس تجربه میکنی و حس میکنی. پس برای شما عزیزان که تقریبا مشکل ستاتون روی همین قضیه است، همین شعر مولانا کفایت میکنه. هر موقع خواستید جنگولک بازی کنید یاد این شعره بیفتید و همینطور که هر کسی بخواد بیشتر از حدش لقمه بگیره بخوره خفه میشه. درود استاد، وقت بخیر. به نظر من آموزش انقدر کامل هستش که مشکلات ذهنی هم به خودی خود حل میشه دیگه. ما تو کلاس شما دانشجو شما هستیم، ستاپ داریم، به قول خودتون ما میایم پشت چارت میشینیم، ستاپ داد میگیریم، نداد نمیگیریم، استاپ خوردیم میریم برای فردا. چیز دیگه ای نمیمونه مگه اینکه یکی از ما دانشجویان نفهمیده باشه یا مغزش ADHD باشه و خودش کم کاری کنه. من که تازه ورودم انقدر استفاده کردم که خودم از خودم تعجبم میگیره که انقدر خوب شدم. خیلی خوشحالم که خوب شدی محمد حسین جان، خیلی خوشحالم که پیشرفت داری، خیلی خوشحالم که به درت خورده، خیلی خوشحالم که استفاده داری میکنی. بله همینه، واقعا چکیدش هم همینه که کاری که من دارم اینجا میکنم خودش روانشناسی معامله گریه، یعنی نیاز به توضیحات و جواب دادنهای مکرره اضافی نداره که البته این پرسش و پاسخ‌ها خالی از لطف نیست، خیلی کمکتون میکنه به نظرم. اون بخشی از قضیه که شاید توی لایوها تو سایه مونده و به چشم نیومده رو بیان میکنیم، یا خیلی بخشایی که تکراریه بعضن راجع به صبر و راجع به این که دیدگاهتون روی مسیر تریدتون باشه نه پول و چیزایی که داریم صحبت میکنیم به صورت عملی ما توی این لایوها داریم پیاده میکنیم. تمام چیزایی که من دارم ازش حرف میزنم و شاید هر روزه از خود من دیدید، حرفای بعد وعیدای سرخرمن نبوده و نیست. شما که دانشجوی من هستید اینجا تو دل اتاق شکار، بارها این اتفاقات رو روی لایو مارکت با من گذروندید و خب الان تکرارش میکنیم که بهتر و مفیدتر بشینه. خسرو، استرس معامله رو چیکار کنیم؟ من به خاطر ضررهایی که تو این چند سال دادم ترسیدم انگار. البته خیلی نترسودم تو معامله، واقعا کم کم ترسوتر شدم. الان 1 سال هست ترید نکردم، فقط سعی میکنم یاد بگیرم. آیا با مدیریت سرمایه درست میشه این استرس رو کم کرد؟ شما اون روزایی که خیلی ضرر میکردین رو چگونه پشت سر گذاشتین؟ مطمئناً خیلی استرس داشتی. آیا کم کم میشه شجاعتر شد و تحمل بیشتری داشت؟ باز بگم که محمد عزیز، منم همینطوری بودم، منم مثل همه تریدرهای دیگه هم مثل من، همه با همه در بره هم و با هم دیگه و مثل هم این رو تجربه کردیم. تو نمیتونی بدون ریسک شجاعت بسازی.
تو نمیتونی بدون ریسک کردن قوی بشی. تو نمیتونی از دست ترسات فرار کنی. من اینو واقعا تو این 8 سال فهمیدم. من هنوزه من لایو روی اینستاگرام رفتم. میدونید چقدر سخته؟ نمیدونید. بعد انجامش بدی بفهمی. شما الان 2 تا رفیقت بیاد بشینه کنارت، میخوای بفهمی من چه باری رو تحمل میکردم. الان زنگ بزن به 2 تا از رفیقات، بگو موقعی که من دارم میام ترید میکنم، شما ببین ترید منو ببینید، ببین چقدر استرست میگیره، همش تارگت بشه چی، استاپ بشه چی میگن. میدونیم حالا من که توی پیج 270,000 نفره رو لایو، البته اون موقع 220,000 نفر بود پیجم، لایو اینستاگرام میرفتم، ویدیوهاشم براتون یوتیوب اینستاگرام گذاشتم، نزدیک چندین ماه من رو لایو روی اینستاگرام رفتم. همه اون لایوها توش ترس داشتم، تو همه اون لایوها ریسک کردم. چرا؟ چون در مقابل فقط افراد کارکشته ترید نمی کردم که من در مقابل خیلی از آدمای تازه کار ترید کردم، آدمایی که نمیدونن چی، آدمایی که نمیدونن این 2% که تو تارگت گرفتی کار آسونی نیست، آدمایی که نمیدونن اگه یه منفی 1 خوردی هنوز دنیا و روزا تموم نشده. من در مقابل دیدگان همچین آدمایی ترید کردم و میخوام بگم که ترسم داشتم حتی بعد گذران این همه سالها. کم شده، بهتر شده، روش کار کردم، روش کار میکنم، روش دارم کار میکنم. تموم نمیشه، کم میشه، تموم نمیشه. تو میتونی بهتر و بهتر ترش کنی ولی نمیتونی به 0 برسونیش که بدون ترس باشی، بدون استرس باشی، بدون ریسک کردن باشی. نه، باید ریسک کنی، باید ترسشو بکشی و بتونی کنترلش کنی، بتونی بهترش کنی. وقتی علم واقعی، مهارت واقعی معامله گری توی وجود تو معامله گر بشینه، ترست کم میشه، استرابت کم میشه، استرست کم میشه و احترام به بازار میبینی و بازاری که داره به تو، به نواحی تو احترام میذاره. راهش همینه. فقط دونستن اون مهارت هست که به تو کمک میکنه، یعنی مهارت هست که به تو کمک میکنه که از پس تجربه سالها به دست میاد، نه یه شب و 2 روز. تریدر حرفه‌ای منتظر نمیمونه تا ترساش از بین بره بعد بخواد عمل کنه، چون اگه منتظر همچین چیزی باشی که اصلا مطمئن باشی هیچ وقت از بین نمیره. وسط استرس یاد میگیره آروم بمونه. خاصیت تریدر و شما فکر میکنید که من یه آدمیم که اینجا میام لایو میرم روی اینستا، رو استوریا با شما مقابل 80 نفر 100 نفر لایو میرم، فکر میکنید که خب این خسرو دیگه یه آدمی شده که استرس نمیکشه. من سر تا سرم استرسه، هر لحظه و هر جا با تو خواهم بود. این استرس ها با منه. استرس قرار نیست ناپدید بشم. فقط کاری که من دارم به یه عنوان یه تریدری که از دید شما داره به نظر میاد که خوب دارم انجامش میدم، دارم خوب کنترلش میکنم. چرا؟ چون میدونم دارم چی کار میکنم. اون لحظه‌ای که دارم پوزیشن وام میکنم میدونم دیگه آقا یه استاپ مشخص دارم، یه تارگت مشخص دارم. شجاعتی که دنبالشی که میگی میشی کم کم شجاع‌تر شد و تحمل بیشتر داشت. شجاعت یعنی چی؟ یعنی بترس ولی برو. شجاعت این نیستش که نترس و برو. شجاعت اینه که بترس و برو، بترس و معامله کن، استرس بکش و انجامش بده، استرس تو کنترل کن، یاد بگیر که کنترلگر باشی. چون ذهنی که قرار باشه از ریسک فرار کنه از رشد هم فرار میکنه. داستان همون سرخوشی و ناامیدی است. قرار شد سرخوش نشیم که ناامید بدم نشیم. قرار شد که بترسیم ولی قدم برداریم و در نهایت قرار شد که ریسک کنیم، از ریسکا نترسیم که رشدم به سراغمون بیاد، موفقیت. یادت باشه دیگه استرس ناپدید نمیشه، فقط قرار کوچیکتر از علم و مهارت تو بشه. علم و مهارتت بزرگ میشه، استرست تو بغل میگیره. اون روزی که تو با ترس وارد تریدت بشی ولی طبق پلنت عمل کنی، بهت میشه گفت تریدر حرفه‌ای. اون روزی که با ترسات
بیای روبروی 200,000 نفر لایو بری میشی تریدر حرفه‌ای. هر کسی گفت آقا من ترس ندارم، من دیگه ساخته شدم، نشست بادو انداخت تو قبقبش، دیگه اون بدونید اون از اون غرورای کاذب و بیجاییه که اتفاقا هیچ سه نقطه‌ای هم نیست. سوال بعدی، افراد موفق در دنیای ترید قبل از شروع کار در مارکت به چه چیزی فکر میکنن که افراد ناموفق نمیتونن؟ این افکار رو باور کنن و اون ذهنیت موفق رو بسازن. و ساختن این ذهنیت موفق از کجا شروع میشه؟ ذهن موفق به نظر من فقط از دونستن نیست، از اینکه تو یه چیزی بدونی شروع نمیشه. از اینه که مثلا تو الان دنبال اینه که ببینی افراد موفق چی میدونستن که تو بدونی دیگه. من میخوام بگم ذهن موفق از این به دست نمیاد که تو اینو بدونی. ذهن موفق از باور کردن به نظر من شروع میشه. من واقعا از روزی که یادم میاد باور داشتم که تو این مارکت میتونم. اینو به جرئت میگم و هیچ گونه حرف شعاری نمیزنم. برادرم که الان تو این لحظه پیش من نیست شاهد اون روزها هست و همیشه هم جلوی خودش میگم. ما همیشه با همیم، رفیق راه همیم، همیشه با همیم. ولی تو پروسه‌ای که شروع کردیم یه جایی واقعا یادمه داداشم اومد و من گفت بابا دیگه نمیشه، ولش کن. من قشنگ یادمه بهش گفتم که داره میشه که، ولی واقعیت نمیشد. ولی من گفتم داره میشه که، داریم نزدیک میشیم. یعنی تو خودم باور کرده بودم که بالاخره باید بشه، نشدی نداره. و به نظر من همین از اون باور کردن است که شروع میشه. یعنی داداشم هم اون باور رو تو وجود من دید که خودشم پذیرفت که قراره بشه. وقتی تو هر روز این مبتدی‌ها یاد بگیری، وقتی مثل یه تریدر حرفه‌ای صبر کنی، اون وقت ذهن حرفه‌ای خودش ساخته میشه. به نظر من اون ذهن پولسازه، اون ذهن موفقه. وقتتون بخیر استاد. از زمانی که شغل اصلی معامله گری باشه چطور روانشناسی رو کنترل کنیم که از قوانین خارج نشیم؟ چون درآمد اصلی همین میشه و مثل شما کار کنیم. این با بالانس حساب ارتباط مستقیم داره و اینم لطفاً بگید که باید شغل اصلی باشه، حتما با شغل دیگه هم همزمان نباشه. ببینید این واقعاً بچه‌ها من گفتم یه فرمول مشخص برای همه نداره. یکی توی یه شرایط خیلی سختیه، هیچ راه پس و پیشی نداره، خب طبیعتاً مجبوری باید شغل دوم و سومش باشه تا یه زمانی. یکی نه، خانواده حمایتگر داره، خب میخوره میخوابه آموزش میبینه، پس نیاز نیست شغل دوم داشته باشه. یکی یه نیمچه فشار به خودش بیاره اوکیه، یکی باید خیلی فشار بیاره. خب خیلی متفاوته، من نمیتونم برای همه دستور بدم تماشا بره. ولی معامله گری وقتی معامله گری میشه به عنوان شغل اصلی دیگه فقط یه بازی ذهنی نیست. این بازی که الان شاید خیلیاتون دارید حسش میکنی و تجربهش میکنی، تبدیل میشه به یه آینه تمام قد از شخصیت وجودی تو که رشد پیدا کرده. هر اشتباهت نشون میده کجای ذهنت داری اشتباه میکنی، کجاش نظم نداره. موفق میشی و اون فهمیدنه یعنی موفق شدن و هر روز به سمت بهتر شدن میری. تنها سرمایه یه تریدر موفق تو مسیر حرفه‌ای شدنش اینه که صبر داشته باشه، رو صبرش کار کنه، رو مهارتش کار کنه، صبر روی احساسش، صبر روی وسوسه هاش، صبر روی نفس درونیش، صبر روی حجمای بالاش، صبر روی طمع کردنش، صبر روی نوسانات ذهنش. همین که تو بتونی توی ذهن خودت یه آدم توانگر خوب باشی، یه آدم توانای خوب باشی، در نهایت تو رو تبدیل میکنه به تریدری که شغل اول و آخرشه. ولی خب تو اون پروسه‌ای که داره این اتفاق میفته شاید اینجوری نباشه، شاید نیاز باشه که خب تو کارهای دیگه بکنی و بسیار هم سخته. اگر تو شرایطی هستید که نیاز به شغل دوم و سوم و این داستانا دارید، واقعا براتون آرزوی موفقیت میکنم از صمیم قلبم، ولی خب میدونم کار نشد نداره. اگر دوست دارید ترید شغل اصلیتون بشه باید یاد بگیرید که برای پول کار نکنی، واقعا برای درست بودن معاملاتت کار کنی، برای اون مهارتی که از مربیت یاد گرفتی
مثلا شما برای این مهارتی که دارید وقت میذارید از خسرو یاد میگیرید، برای چیزایی که رو لایو دارید با من تجربه میکنید، شما وقتی همینا رو خرد انجام بدی، فقط تمرکزت روی درست و اصولی پیاده کردنش باشه، بعد از یه زمانی میبینی داری ریوارد خوب میگیری، داری سود خوب میگیری، هرچند که سرمایه‌ات کم. بر اساس سرمایه خودت باید بسنجی دیگه، نمیتونی انتظار بیشتر داشته باشی. ولی وقتی کارو یاد بگیری، من همیشه میگم راه براتون باز میشه، سرمایه میاد. خدا به همه بنداش یه بار شانس رو میفرسته سراغشون. این شانس برای هر کسی به یه مدله، به یه نحوی، از طریق یه آدمی، از طریق یه چیزی. تو قبلش باید اونقدر آماده شده باشی که اون شانس رو دریافت کنی، بتونی بگیریش رو هوا بقاپیش. یه جمله بود از یه بازیگر معروف، میگفتش که مصطفی زمانی، یه مصاحبهش بود، طرف مقابلش برگشت گفتش که تو شانس هم داشتی. ولی بعد مصطفی زمانی خیلی جواب خوشگلی داد، گفت معلومه که داشتم، باید داشته باشم، باید میومد در خونم، اون شانس باید در خونه من رو میزد. من اونقدر زحمت کشیده بودم که وظیفش بود بزن، وظیفش بود که بیاد سراغم. ولی میدونی زحمتاش باعث شد که وقتی شانس اومد دم خونه، شانس رو بگیره. خیلی ماها میاد و نمیتونیم بگیریم چون مهارتشو نداریم. واسه همینه میگم که زمانی میتونه ترید شغل اصلی شما باشه که واسه اون پوله کار نکرده باشی، رو درست بودنه تمرکز کرده باشی. اون موقع ذهن تبدیل میشه به اون ذهن پولساز، به اون ذهنی که صبر رو درست بلده، به اون ذهنی که طمع نکردن رو درست بلده، به اون ذهنی که ساخته شده واسه روزایی که بتونه از شانسش استفاده کنه. این یه قسمت هم که گفته بودید با بالانس حساب در ارتباطه، بله واقعا نمیشه کتمان کرد که حقیقت امر اینه که با بالانس در ارتباطه. اگر بالانس سبکی دارید و بالانس کمی دارید، قطعا فشار بیشتری رو باید تحمل کنید، قطعا باید بیشتر اون ضربه رو بخوری تا ساخته شه. اونی هم که بالانس بیشتر داره تو جای دیگه اون ضربه رو میخوره، فرقی نداره. به همه سوالات جواب دادم. امروز در کنار شما بودم تو دقایق زیادی که با هم نشستیم، گفتیم و شنفتیم. امیدوارم که به خوبی شنفته باشید. من به خوبی براتون سعی کردم که بگم، حداقل تلاشمو کردم و امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید. سشن نیویورکمون هم شروع شده. امروز تایم بین استراحت لندن و نیویورکمون رو در کنار شما گذروندم، با شما تو دل اتاق شکار. امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید. دوستتون دارم. میریم یه استراحت کوتاه کنیم و من با شما بچهای اتاق شکار میریم سراغ سشن نیویورکمون، ببینیم که نیویورک قراره که چیکار کنیم، پوزیشنی بهمون میده یا صبر میکنیم و به خونمون میریم بدون پوزیشن. خیلی ارادت. و خب سشن نیویورک شروع شده، در کنار شما هستیم. ببینیم که فرصت معاملاتی تو این سشن بهمون میده. اول از همه بگید ببینم تو این دقایق زیادی که کنار هم بودیم و به سوالات شما پاسخ دادم، مفید بود براتون، به دردتون خورد، خوشتان آمد؟ امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا حدی کمک کرده باشه، یه مقدار گره از ذهن باز کرده باشه. بقیهش با تمرین و تکرار به دست میاد. امیدوارم که در کل پروسه ما لایف ترید و آموزشی که با هم داریم پیش میریم و لایف تریدایی که با هم میگذرونیم هم مثل همیشه براتون مفید بوده باشه. فکر میکنم بوده دیگه. بله دارید میگید. خیلی ارادت. خیلی ارادت به شما عزیزان که همراه ما بودید و به پرسش و پاسخ من و بچه‌های اتاق شکارمون دقت کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، استفاده کرده باشید. دوستتون دارم. بدرود و ارادت.